در اون زمان نفت از راه آذربایجان، کشور دوست و برادر امان که سابقه بر این جزی از پیکر امان بود، الان جدا بوسیدی بارکاز و اجور چیزن با قایق و اجور چیزن، اما یه برای پیر بازار. از پیر بازار ایت خطا هم بگشه بید تا رشت. کدام قسمت رشت؟ ابتدای ان قسمت سعدی که الان وای بازار روز نهیه، منتها قسمت جنوبش پشت از ساختمانان یک خیابانی نه، اون الان معروف به خط ماشین. از پیر بازار تا راه آهن نفت از اوی انتقال دیده به از پخش وسیع به قسمت های دیگر شهر. یک قسمت زیادی در خود ام باقرآباد در پخش وسیع در اویم انبارهایی نبود. یک قسمت هم پده این در اون نفت انبار نوبل که در پل عراق بود، در اوی انبار کنید. از اوی هم ان نفت به ان صورت پخش وسیع پل عراق تقریبا اون قسمت همون معروف به سربازخانه که الان اوشن منزل‌های نیروی دریایی ارتش. نفت انبار نوبل از تقریبا سرمنشه‌اش